ضد حمله فالکاو، رافائل آری در مقابل دروازه صمیمی که یه کار زیبا، فرناندینیو فالکاو، ضربه فالکاو و عکس العمل صمیمی. یه بار دیگه فالکاو و قیچی برگشت. اشتباه بازیکن ما فالکاو پاس بیرون، موقعیت و واکنش تماشایی صمیمی. حرکت میکنه بیرون، حالا ضربه رو بزنه و واکنش تماشایی علیرضا خوبش نمیرسه به توکلی. ضد حمله برای برزیلی ها. حالا این طرف موقعیت و خروج صمیمی و کورنر برای برزیل. جوجا پشت توپه، رودریگو دورخیز کرده، صمیمی داره بیرون میاد. حالا رودریگو میخوره به صمیمی، شروع مجدد برای ضربه زده میشه فالکاو و بازم او بود که این ضربه کورنر دروازه ما رو تهدید کرد. صمیمی بازم واکنش خیره کننده ای رو به نمایش گذاشت. ببینیم اینجوری اومده به نیمه زمین ایران. جوجا، عکس العمل عالی از علیرضا صمیمی. دوباره آرایش دفاعی ایران، ضربه خطرناک رودریگو که با واکنش خوب علیرضا صمیمی روبرو میشه. خود تییاگو شوت میزنه اونجا، فرصت برای یاران برزیل در مقابل دروازه ایران. فرصت برای رودریگو به دهانه دروازه و برخوردی که اونجا اتفاق میفته. حالا آسیب میبینه علیرضا صمیمی در این برخورد. 49 ثانیه تا ضربات پنالتی دارن جبهه گرفتن تماشاگرها بر علیه دروازه‌بان برزیل تییاگو. این طرف هم یه بار دیگه عکس العمل صمیمی. فالکاو ضربه رو میزنه، بازم با پا صمیمی توپ رو به کورنر میفرسته. 5 ثانیه. حالا ضربه کورنرشون رو میزنن.